اوهایو به تنهایی سالانه حدود 21 میلیارد دلار کالای تولید شده در این ایالت رو به کانادا صادر میکنه. در مقابل حدود 8 میلیارد دلار کالا از کانادا وارد میشه که بخش بزرگی از اون توی صنعت خودروسازی و کشاورزیه. این حوزه ها بیشترین آسیب را از فضای نامطمئن ناشی از تعرفه ها متحمل میشن. برخی شرکت‌های فعال در اوهایو شرکت‌های انرژی کانادایی هستند که پیشتر در زمینه استخدام و توسعه کارخانه‌ها و تأسیسات انرژی خود در این ایالت سرمایه‌گذاری کردند. اکنون آنها نمی‌دانند چه تصمیمی بگیرند. بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز از سرمایه‌گذاری جدید خودداری می‌کنند، زیرا مشخص نیست تعرفه‌ها افزایش می‌یابد، کاهش پیدا می‌کند یا بدون تغییر باقی می‌ماند. وقتی چنین بی‌ثباتی در هزینه‌های کسب و کار وجود دارد، فعالیت اقتصادی دشوار می‌شود. نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد وقتی نمی‌دانید آینده هزینه‌هایتان چگونه خواهد بود. برای مثال، اگر یک شرکت نداند که تعرفه فعلی 25% ثابت می‌ماند یا به 50% افزایش می‌یابد یا برخی کالاها از آن معاف می‌شوند، نمی‌تواند تصمیم گیری کند. بخشی از تجارت میان کانادا و آمریکا نیز در حوزه سرگرمی و نوشیدنی‌ها مانند الکل و آبجوست که آنها نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. در حال حاضر نگرانی‌ها بیشتر از امیدواری هاست. وقتی مردم نگران باشند دست از خرج کردن می‌کشند. واقعیت این است که وقتی کسب و کارها افت می‌کنند نه تنها شرکای تجاری بلکه کل اقتصاد تحت تأثیر قرار می‌گیرد.